چطورید بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیوی جدید. تو این ویدیو اومدیم بریم با سیزن 3 فورتنایت که تم استاربازی داره خیلی خفنه. ممانی با یادندون خیلی وقت من یادندون فورتنایت بازی نکرده بودم. می‌خوام ببینیم چجوریه و اینکه ببینیم چه چیزایی اضافه شده. 4 تا لوکیشن فکر کنم اضافه شده و اسلحه‌های لیزری و خفن. فقط از اینکه بریم سراغ ویدیوهاتون ویدیو لایک و کامنت دنبال کنید و نظری هم داشتید توی کامنت ها بنویسید. خیلی دوستتون دارم. بذارید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. این یادمون کرام بده بچه‌ها. این سیزن 1 ماهه و تم استاربازی داره. 4 تا لوکیشن اضافه شدن. مدالیون داره و دارت ویدر باید باس میزنی، لایت سیبر میگیری و اینکه بتل پاس واقعا خفنی هم داره و دیگه ویدیو بررسیش هم چند وقت دیگه واسهتون میذارم. و اینکه این 4 تا لوکیشن یکیش اینجاه که من رفتم واسم دادم وی باکس بزنن. انگار رفیقم من بازی کرده اکانتمو تو این لوکیشن لند کرده واسم قفل نیست. الان این لوکیشن الان مدالیون داره. اینجا مدالیون کپتن فزماه و بتل پاس خیلی خفنیه. کپتن فزما هم اسکینش توی لگو پس هست و خیلی خفنه. و گانای این سیزن لیزریه و نیازی به تیر نداره، فقط داغ میکنه. مثلا چند تا تیر بهش میزنید داغ میکنه. ما هم که با یادندوم میپریم اینجا مدالیون بگیریم. نزدیک 7-9 ماه من اصلا با یادندوم بازی نکردم. ببینیم چجوریه. لوکیشن برفیه مثل اینجا هم مثل همون چپتر 6 سیزن 1. اینجا مدالیون داشت، اینجا دوباره هم مدالیون داره. اون پیستوله، پیستول لیزریه. مثلا همچین نمیشه گفت پیستول چون خیلی سریع‌تره پیستول اینو میزنه. این هم رایفله. چه رایفل خفنی، ایمش خیلی خوبه. این هم SMG فکر کنم. SMG آبی گرفتیم. شیلد رو بزنیم. دمیجش بالاست. SMG خوبه. از این خفناست. جی پی هم بالا رفت. وای تکون نمیخورم بکنم از این نت ایران. خود درست شد. برقا میره آجی. این نت هم خیلی ضعیف میشه. حالا خدا رو شکر برق نرفته ولی برق میاد نت خراب میشه. برق میره نت درست میشه. واقعا ایران عالی. حتما نستش کنیم. این شاتگانش میکنم از این بلستراست که پشت سرم میزنن. حالا میریم الان امتحان میکنیم دارن میزنن کپتن فزما رو. این رایفل سبزم برداریم. یه نزدیکش تا کشتنش این مدالیون. افتادم زمین. SMG هم نتونستم شت. بزنیم نوکرشه. شات کنم خفنه. این قابلیتش چیه؟ قابلیت همچین نچند خفنی نداره. SMG ها رو قوی تر. همین بلستر SMG که نمیشه گفت. بلستر ها مثل همین SMG و شاتگان اینا رو یکم قوی تر میکنه. دیگه بریم سمت سیف زون. اینجا نمون. یه چست شیلده رو بزنیم و بریم سمت سیف زون دیگه. اینجا بریم بالا بپریم اینجا. بیایم اینجا. وای فول دمیج خوردم. شت. وای خوردم به زیپ لاینه.
وای قشنگ اینو میشه کلیپ کرد. وای خودم به زیپلاین افتادم زمین. شت چی بود خدا وکیلی. داشتم میدویدم پریدم خودم به زیپلاین فال دمیج خودم افتادم زمین. واقعا که متکت اونم حروم شد. بریم که زون اومد. من جای برفی تو مپ خوردم واقعا بدم میاد. خیلی چیه به درد نخوره به نظرم. دمیجش چند 26 پشمو. این دمیجش 26 خیلیه. اوه این اسلب دوستان برگشتن دویدن و قشنگ پر میکنن. بریم کمی رفته او صدا تیر میاد. بریم سمت ببینیم انمی ها. فکر نکنم یه ناک شده یادمون زده. واقعا یار رندوم میری واقعا یه چیز بدیه. واقعا لوتو سری میدوزن میکشن بالا کیل دوزی میکنن. این قشنگ نگاه کن من سولو میرفتم که مدالیون مال خودم اسکوادم خوب هشتون شد نمیزاد تو بریم. وای باک برده باک باحالی بود آجی. باگ خیلی خفن بود. چیزای کندیم ولی باز نتونستیم رد بشیم. داشتم میگفتم یاوندم الان مثلا من که سولو میرفتم مدالیون و گانش مال خودم ولی الان مثلا اسکواد با اسکواد خودم میرفتم قشنگ تقسیم میکردیم لوتاشو. مثلا مدالیون مال من گان واسه اون یکی دوستم. یادندم همه چیش یه دیگه. بریم اولین مچ البته اولین مچ که نمیشه گفت دومین مچ این سیزن همه من میتونیم وین بکنیم با یادندم یا نه. ببین با یادندم وین کنم یعنی گلو پلیه یه گفتم رایفل افیک. ببینی باید سریع مربع بزنی برداری کیو ور ندارن لوتتو. بذار اینو بزنیم ما اینم بزنیم به یارامون متکیتا رو برداریم. اینو دویدن همون پر شد. اینا خیلی خوبن 15 تا شیت میدن ولی خب دویدن و قشنگ کامل پر میکنن. مثل این یادم بیاد چه نه یارو حرکت کرد. خوشگل همه SUV بکنم ماشین زیاد SUV ولی به BMW ماشین من نمیرسه. من این ماشین BMW دارم حالا در جلو BMW رو ماشینی هم عشق کنیم ماشین. اوه چاکجاک این آزم این هم مارک کنیم شاید بقیه خواستم. چقدر بیگ شیت من یه چاکچاک داریم. فورکستم فعال کردیم و زونایی که زونای بعدی خبردار میشیم و انمی دارم فرار میکنم نشد بزنیمشون. یادم اومد جلوی نداشت دیگه بزنمش. بریم اونم دنبالم میاد. ایمش خفنه خیلی باحاله.
یه صدا پاهم اینمی اینجاست که دیگه رد کردیم. دو تا ماشین دنبال مونم بدون انمی چی میشه صدا تیر بود. فکر کنم اون دو تا ماشین ها و انمی ها رفتن تو فایت. این برم صدا تیره بریم این بر. اینقدر جونش کم بود با 28 تیر ناک شد. بزن 32 تا کنم نکش کردم نه مورد. آها مورد. کجا رفتی؟ ماشین افتاد دنبال من. وای آجی مویی رد کردم پشمو. الان هم دوباره نارنجک زدم به من آسیب نرسید. بذار سوار ماشین اینشم. الان خودشون بیاد میشن. این نمیشه یه 20 شاد زدم. من بزنی وای هاشی نزنت اون. بنازم ماشالله. 4 تا کیل اسکواد قوی. دوم من ساعتیه میاد که وای چیدم تمام شد. اسپرینت من واقعا با یه اسپرینت ها مشکل دارم. یادمون ناک شده جی کشنش. من نمیرم بذار راش شدیم یکم تیر بزنیم از این ور. هر چی تیر میزنم و لامصب نمیخوره. اون برای یارم مارک کرده. خوب بازی میکنه همین یارو که داره تیر میزنه. کراون داره گوست وایپر. اسم منم باید من خودم اسمم باید عوض کنم. اسمم دیگه خاص شده به درد نخوره. او انمی وای کوشش. وای چه موومنتی داره آشقاد. تیر میزنم نمیخوره بهش. یا اول فاز بریم داشت بریم. وای نو بازی دارم در میارم. وای ناک شدم مردم. شت نو بازی در بردم. این موومنت یادم هم خیلی خوب بود. واه چقدر لایت سیبر ها میاد. قرمز و آبیه. اینجا هم که همه ریبوت ونه. بچه ها یه قابلیت خفنی اضافه شده. میتونی کارت ریبوت تو بخری. مثلا یارات که تو مردی میتونن کارت ریبوت تو بخرم. میره ریوال کن من داشتم. این لایت سیبر ها اومدن ببینیم چی جوریه. فکر کنم اون قابلیت خفنی دادن. ما که نمیدونیم. بزنین چاکجوگر رو بزنیم. یارمون هم فکر کنم تو فایته. چاکجوگر رو بزنیم بریم پیشش. چقدر لوت پشمام بسر. نمیخواد شاک و ماشین نمیدونی. این شاتگان آبیه رو برداریم. من هنوز ندیدم. دو مچ همین این دومین مچ. یه مچ هم قبل زدم باختم. همین 50 نفر شدم. لایت سیبر نگرفتم. یعنی میتونستم بگیرم و نتونستم یا نشد. بریم این یادمون رو ریوایف کنیم. ریبوت کنیم به قولی. بچه‌ها دوره امتحان الان داره شروع میشه و یه هفته دیگه دقیقا امتحانات خودرو شروع میشه. و اینکه چند وقتی ویدیو من نمیذارم تا 21 خرداد که تموم شه و تابستونمون شروع شه و اشغال دیگه. یه اون موقع هر یه روز در میون ویدیو میذاریم یکی دوتا.
بریم ببینیم. یازده نفر موندن بجز ما 3 نفر 8 نفر دیگه، یعنی که 2 تا اسکواد 4 نفر. ما 4 نفر بودیم که یارمون لفت داد. شده تیر میزنی یارو. فایت داره میکنه. اون چای هم بندازیم کلا 30 تا شیلد داشت. مینی شیلد برداریم خیلی بیشتر از اون میره. 2 تاش 50 تا، این یه دونش 30 تاست. ببینیم اینجا چیه. علامت سواله، علامت تعجب و زده بینه. این چیه؟ او بیگ شیلد مجانی داد. صدا فایت میاد، بریم سمتش. و یه یاد دیدبود شده و 12 نفر شدن. اوی انمی بزن. آها یه هدشات. یکی هم باید داشت بدم آجی، یکی رو باید داشت بدم. نه یارم زد. این کیل دزدی. نه باید یاد کیل من میشد یو میدزدنمه. اون شاتگانه فکر کنم پامپ تور باشه، من نمیدونم. نداشتم همین بلستره که پشت سرم میزنه خیلی خوبه. ولی این عین همین شاتگانه، همین همه سیزن ها یه شاتگانه همین یه تون بزن دارن، یکی همین پامپ که سیزن پیش چپتر 6 سیزن 1 و سیزن 2 قشنگ اون شاتگانه چیه اسمش یادم هم رفته. پامپ بود، 2 تا شاتگان بود، یکی همین بلستری بود و یکی پامپ. پامپ نزدیک 200 تا هدشات میزد، یعنی یکی رو هد میگرفتی 200 تا میزد، یعنی قشنگ ناکش میکرد. شماره اکسر میزنیم علی بابا وقت نمیشه اجی. شماره اکسر که نشد اومدیم بزنیم. زون اومد الان نصف زون تو، الان نصف سیف زون تو زونه، نصفش تو همین اووربورد معمولیه. وای وجی شوگانکس ول نمیکنه، پشمام به یادم داره دمیج میده. بذار شیلد و متکیت بندازیم، هرش نمیخواد ولشون، خودش داره جونش کم احمق. وای وجی 40 تا دمیج داد آشغال. همه یارامو من داره دمیج میده. 4 نفر دیگه به جز ما موندن. ویکتوری باید ویکتوری نکنم نوب سگم. حالا ببین با این یادندومای نوب سگ ویکتوری نکنم منم جزو اونا نوب سگم. حالا میبینیم. اینم تموم کنیم یاده. او با صدا تیر میاد. بزن این شیلده رو بزنیم آجی، کم نماشه هیچی. این دمیج اینو ببینید 26 خب معلوم بهتره. این یه SMG دیگه است، یه چیز جدیده. فکر کنم 3 تا SMG 2 تا SMG من تا الان میدم. 3 تا SMG فکر کنم داریم توی این سیزن. 3 تا SMG 2 تا شاتگان یه اسنایپ هم داریم کمی الان رد شدیم. آبی بود. رایفل دیگه، رایفل فکر کنم 3 تا آره داریم. آخ حاجی 4 نفر. این یارو بزنیم ویکتوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام ویکتوری رویال. جی جی چت ماشاءالله. اولین که دومین مچ و اولین ویکتوری سیزن جدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی خوب، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی برده باشید. خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.